اگر محبت علی رو نداشته باشی با سر میری تو داخل جهنم. آقا رسول الله نمازش رو خون تموم شد، دید از در مسجد یه مرد تاجر با خدم و حشم اومد تو مسجد، یه باد به سینه انداخته بود، اومد دو زانو نشست محضر رسول خدا. یا رسول الله، آقا امروز من فلان قد جهیزیه دادم، اینقدر من خیرات دادم، خزانه خیرات الهی رو پر کرد، میشه من بگم بهشتی هم خزانه رو من پر کردم؟ آقا میفرماد برو عقب تا عذاب نازل نشد. آقا رسول الله فرمود خزانه خیرات الهی رو اون پیرمرد پشتیک پر کرد. رسول خدا گفت امروز چه کردی؟ گفت یا رسول الله کاری نکردم، بر حسب عادت قبل از این که هر روز بیام محضر شما میرم از کوچه ای عبور میکنم که خانه علی ابن ابی طالبه، ساعتها می ایستم تا مولای عوالم علی پا بگذارد بیرون، نگاه کنم به جمال علی ابن ابی طالب، بعد بیام محضر شما. رسول خدا میگه دستا رو بلند کرد، عرق دو طرف صورتش رو کشید، مالید به صورت خودش، نگاه کردی به صورت علی ابن ابی طالب عباده، در دنیا بهشتی هستی، در محشر بهشتی هستی. رسول خدا فرمود اونقدری نماز بخونی که بشی شبیه میخ، اونقدری در رکوع باشی که بشی شبیه کمان، اگر محبت علی رو نداشته باشی با سر میری تو داخل جهنم.